شرایط کسب و کار ما از رتبه 152 رسیده به رتبه 120. بنابراین شرایط کسب و کار در جامعه بهتر شده. این محیط کسب و کار مهمترین مسئله است. اعتماد به سرمایه گذاری در جامعه ما ایجاد شده. تا اعتماد به سرمایه گذاری نباشه شغل ایجاد نمیشه و به دنبالش ازدواج و زندگی صورت نمیگیره. جناب عالی در آغاز دوره به مردم عزیزمون قول دادید که 4 میلیون شغل رو ایجاد کنید در همون ابتدای مذاکرات. حالا من صحبت ما عرض میکنم. ببخشید آقای قالیباف، ببینید یه سایت گمنامی یه حرفی میزنه، بعد یه سایت معروفی نقل میکنه، بعد یه روزنامه نقل میکنه. جناب عالی میخوای از اون روزنامه نقل کنی؟ من هیچ وقت در هیچ دوره‌ای به مردم قول 4 میلیون شغل ندادم. این دروغ محضه. حالا ما به هر حال حتما از آدرس سایت خودتون میگیم. شما اجازه بدید، شما که از آزادی گفتید، حداقل اجازه بدید من نظرم خدمت شما بدم. درست نیست. حالا میخواید ادامه بدید ادامه بدید. تحمل داشته باشین، 1-2 دقیقه اتفاقی نمیفته. برای این کار ما نمیشه اینجا عدد و رقم بدیم، بگیم که ما 1 میلیون نفر رو بهش مسکن میدیم، 1 میلیون نفر رو شغل میدیم، 1 میلیون نفر رو چه کار میکنیم. این نمیشه واقعا، مگر اینکه کسی برنامه داشته باشه و بگه من برنامه‌ام اینه. ببینید مردم ما باید بدونن که دولت، وقتی ما میگیم درآمد دولت عمدتاً نفت و مالیات، هیچ چیز دیگه نیست. اون بقیه دیگه خیلی کمه. نامزد محترم پنجم، من متاسفم که باید بگم بیشترین عدم رضایت مردم در بین دستگاه ها از شهرداری هست، از بانک ها هست، از دستگاه قضایی هست. به ترتیب این پایش ها انجام گرفته و آمارش موجود هست. آقای جهانگیری، شما در صحبتتون اشاره کردید که اخلاق. من فکر میکنم که ای کاش خود شما اخلاق رو واقعا رعایت میکردید. اینم واقعا از پدیده های عجیبه که جناب عالی به عنوان معاون محترم رئیس جمهور نامزد شدید، اومدید و در حقیقت البته حق شهروندی شما هست. شما هم میگی ما یه رقیبیم، ولی حالا مردم باید قضاوت کنن. مسکن مردم باید داشته باشن یا نه؟ بیایم همه